سلام و درود دوستان گلم. دوستان عزیز، اگه میشه ما هم حمایت کنید و تجربه ما حیف نشه. دوستان گلم، اینم سیلندر پژو 405 که شاتون زده بود، از این قسمت کلن شکسته بود و تیکش نبود. آوردنش پیش ما و اینجوری زیبا و کارشون رو انجام دادیم. دوستان گلم، این سلن دیگه تضمین تحویل مشتری داده میشه و بدون هیچ ایرادی مثل روز اول برای شما کار میکنه. دیگه لازم نیست این مشکلات سلند عوض کردن و شماره عوض کردن رو داشته باشید. شاتون زده باشه به هر روشی تو خونه روغن میشه درستش کرد. دوستان گلم، حتما منو حمایت کنید، جای دوری نمیره. قربون شما، خدا نگهدار.